سلام بچه ها، داناورس هستم. بگم خدمتتون که من مادر بزرگم فوت شده و از اونجایی هم که براش فقط من و مامانم مونده بودیم، چند وقت پیش رفتیم یه سر به مکانی که زندگی میکرد. زد تا این جعبه رو پیدا کردم. من خیلی قدیمی، شیک و آره فلزی. فکر کنم تو خونه های هر کدومتون مامان بزرگ باباتون داشته باشن و نمیدونم دلیل این چسبات چیه و خال جوش هم هست روشو. بله طراحیش که میبینید. گفتم بریم داخلشو با هم ببینیم، چیزای جالبی توش بود. گفتم ویدیوشو بگیرم شما هم ببینید. اگه دوست داشتید لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره، ممنون میشم. ببین فیلم نصیب من، میدونید مال چه سالیه؟ با سیدیاشو واقعا خاطر انگیزه، واقعا خاطر انگیزه. اونایی که با این خاطر دارن کامنت یادشون نره، حتما بهم بگن. و چیه؟ فاکتور فروش موبایل استار پلاس استوک. چه سالی؟ 93. واو، 11-12 سال پیش. 180,000 تومن. چقدر ارزون. یادش بخیر، یادش بخیر. آره گوشی مامان بزرگم یادمه. توی یه ویدیو دیگه نشونتون میدم، دارمش. ویدیوشو سابسکرایب کنید، حتما ویدیوشو براتون میذارم. زنگوله بغل سابسکرایب هم بزنید تا اطلاع دار بشید. پولا رو به نظرم شما که نه، حال شاید هم باشید هم نسلای من که چه زمانایی با این ما چی میخریدیم. یادش بخیر، یادش بخیر. خب بریم سر اصل مطلب. سنگا رو میبینید پسر؟ وای راستی من عاشق سنگم هستم. بعضی موقع کو میرم و دنبال سنگ میگردم و رو کاری که پدر بزرگم میکرده اینا رو هم بکنم مال پدر بزرگم، مامان بزرگم نگه داشته بوده. و آره فیلم سنگارم براتون میذارم، سنگای جالبی دارم. عقیق ها بچه ها، نگاه کنید. اونایی که سنگ شناسن بگن. اینو نمیدونم چیه، شما بگید بهم. سنگای جالبیه. فیلم این سنگا رو براتون میذارم، حتما سابسکرایب یادتون نره، زنگوله رو هم بزنید. من حتما براتون فیلم اینا رو میذارم و ممنونم از نگاه زیباتون. اینا هم که اینو میدونید بچه ها چیه؟ من نمیگم، شما خودتون بگید این چیه. بپرسید. شیشه سرمه است. برای اونایی که نمیدونن این چیه، این شیشه سرمه است. قبلا توش سرمه میکردن اون زمانایی که هنوز اونقدر جالب نشده بود کاراشون. ای وای چقدر جالب. نگینش هم گم شده، همه چیز داخلش هست. ای وای این چیه؟ حتما مال بابا بزرگمه، خدا رحمتش کنه. همه چیزش اینجا هست. اینا من نمیدونم چیه بچه، اگه شما میدونید چیه بهم بگید حتما. کارت شارژ رو اینا رو شما یادتونه؟ نمیدونم این چیه بچه ها، نمیدونید؟ اگه دونستین تو کامنت ها بهم میگید، در موردش ویدیو بسازیم. خب تا یه روز دیگه و یه موضوع دیگه برسم خدمتتون. دوستتون دارم، عاشقتونم و خداحافظ.